پادشاه کنیزک مریض ہے. یک گروه پزشکی تشکیل داد برای شناخت بیماری و علاج آئی. پزشکان هرچی کار کو تشخیصش ندا مریض بدتر بود. دیدن که پادشاه وعد دید یک ولی یک میشه ماهر طبیبی که مریض دوایی آهوران واسه نه وقتی طبیب که تواز دیستا گیری آتا ولوٹی که مریض علاج بکن. چون طبیب پزشک میشی محرم ہے و باید مریضیان و اسرار همه مخفی بری. به همین خاطر چیده خلوت طلبیدن آن ولی از پادشاه، خلوت طلبیدن آن ولی از پادشاه جهت دریافتن رنج کنیزه. گوشت خوبه؟ منو آیه تانکا بیل دیگه هیچ که اتاق پزشکی مایه تما محرمانه آیه جست کرد. گفت ای شاه خلوتی کن خانه را، دور کن هم خیش و هم بیگانه را. اولین طبیب پزشک گفت ای شاه خلوتی کن خانه را، دور کن هم خیش و هم بیگانه را. هیچ کرنوتی نه درآمد، هیچ کرنوتی که وقتی گوتی خبر رسی اپر شای دیر رو خبر درز کن. باید اسرار محرمانه مخفی بماند. کس ندارد گوش در دهلیزه ها، تا بپرسم زین کنیزک چیزه ها. دهلیز حیات سالون تا اتاق هم کسی ندی و بیرون که کسی گوش به صدا برسی هم کسی ندی. کس ندارد گوش در دهلیزه ها، تا بپرسم زین کنیزک چیزه ها. تماشی کنیزک چیزان اطلاعاتی بپرسم. خانه خالی ماند و یک دیار نه، جز طبیب و جز همان بیمار نه. پادشاه و ارمانی همشیت منی محبوب اش مرض نجات حاصل. خانه خالی ماند و یک دیار نه. دیار صاحب دار، کسی دار منزل بشه. صاحب خانه هیچ کسی نماند که دور منطقه صاف بود. جز طبیب و جز همان بیمار نه. بغیر همان طبیب بغیر همان بیمار به هیچ که او را پاش نکن. نباید مردم اشتاقان بچاری که چی کن و گوش بداری باره چی گوشه. نرم نرمک گفت شهر تو کجاست، که علاج اهل هر شهری جداست. این پزشکی اما دانشمند پزشکی. نرم نرم با سختی پسیبتی نرو. نرم نرمک گفت شهر تو کجاست، که شهر کجاست، تو کجا ملک مردمیه، که علاج اهل هر شهری جداست. هر شهر مردمان مریضیان علاج جداگانه. دیکھیں نبی که قوانین سورانت ضربات پیدا کنی، ضربات یا تهران پیدا کنی. هر شهر مریضی وقت جداگانه. نرم نرم گفت شهر تو کجاست، که علاج اهل هر شهری جداست. هر یک شهر یک علاجی ها، دوایی ها.
وندران شه از قرابت کیستد، خویشی و پیوستگی با چیستد. تدا مت اما شک تو نشته فرزن تجیش کنیز جزبه شهر زوخت یاد آخری خوش بیدن. وندران شه از قرابت کیستد، مت ای شک تو زندگی کنه که نزدیکی سے قومان کنه. قرابت نزدیکی، رشته دار، خویشاوند. خویشی و پیوستگی با چیستد؟ یکی خویش قوم خودمانی، یک لحظه هستیم که خویش نه پیوستگی. پیوستگی به استاد شاگرد، پیوستگی سانگو بنده، پیوستگی با تجارت ہو رہے تر گونکے خیشی ها و گونکے پیوستگی ها ملوٹی مریضی کشف در میشه. دست بر نبضش نهاد و یک بیک باز می پرسید از جور فلک. نبض اصل حرکت قلب باشه و زمان قدیم اداره رکبه هستن و شما دست برکنی ایشی اون قلب باز همسانی ها قلب ضربان بعضی یه ضعیفه نبض همشه ای وایدی چون که امکانات دیم ربطه آتبی به هنگه دسته هم دیگه ای وایدی به واسطه همشی که و دکتر مگوش کن یا ایده به دیلی هلی یا ایده به بندیلی هلی یه شهمشی ضربات دهنکان ام دکتر تشخیص دادن که شی ضربان قلب چی کرده آیا هم نبض چاری بل به وسیله گوشی آیا هم نبض چارتا بل به وسیله رگ زدن هم رگ حرکت نبض دستی هیچ سرمرزی دست با آودگی آتیا نهده گوشی دست بر نبضش نهاد و یک به یک باز می پرسید از جور فلک. پدی جستی کو واقعا انسان همیشه به اون مقصد نرسید تا وقتی مریضیه تا وقتی مشکلات جور فلک هر جا که یکن فلک وقت جور نی جور ظلم یعنی کسی که صاحب فلک آئی گا وقتی کسی چیزا نہیں آئی صاحب فلک. چون کسی را خار در پایش جهاد پای خود را بر سر زانو نهاده. مولانا ایوادی اگه مثالی یاری و لوٹی کی راہ پاچکن فرماشن نوشی اگر یک کیا چون کسی را خار در پایش جهاد اگر کسی راه رو یا خاری مت آئی پا بگوزی تنشی مشکل پیش کرد نون که مشکل پیش یا چون کان ایک کس ای وادیشن که وادی خار تا پادشاہ دل رفتا یا خار تا ایک کنیزه که دل هم رفتا مولانا نشی که خار اگر ما پا برو مشکل چی برسی خار ما دل برو خار کنٹک اشمه نسخه انکام نه وقتی نبی که گرزاره هیان گرزاره خط برای مباز باشه. چون کسی را خار در پایش جهاد پای خود را بر سر زانو نهاد. خاک متفادی یک یعنی فاد زوری تو سر زانو گیرتن جوش در فکر بیرون کردن خار که در مریضی خلاص اگر خار بمانی گردگی خار مانتا کنٹک مانتا مردم عذیت تا یک زمانی که ہما پا ور رندگی تو تشکیلات کی در چوہی نگی وہ مردم عذیت چون کسی را خار در پایش خلد یا جهاد پای خود را بر سر زانو نهاد یا اید زانو بور زانو که چیز بکن ایده گرفتن چمو جمع نزیدی و سر سوزن همی جوید سرش نسر سوزن زوری انگتها رفتا نسر یا تلاشا آئی کاملین پزش کی آئی دیگه کم کم مک چاران کن
چون کسی را خار در پایش جهد پای خود را بر سر زانو نهد و سر سوزن همی جوید سرش این سر خار را ور نیابد می کند با لب ترش اگندیک من پا حاکینه و منی نگندم این که ور نیابد می کند با لب ترش یعنی لعاب یعنی تریک پاکانش کن ترکم پارسی خار در پا شد چونین دشوار یاب خار در دل چون بود واد جواب یہ خاری که مت پا مردم لگی چون مشکل پیدا کن نو خار که مت دل مردم بلگی بڑائی چون بھی تو جواب بده خیلی خطرناک خار در دل گر بدیدی هر خسی دست که بودی غمان را بر کسی اگر ای خار دل کفر شرک بدعت خلاف فرمان پروردگار که هر یک خاری بدید وجود آرامش نبی با وجود سامان اگر این شیش بسانتی هر خسی دست که بودی غمان را بر کسی گوڑا مار دسترس به گمان نبی گمان دور کرت نکن نزانی مار مت دل چین که در خار کنتک ما یکی نه این کسان کوئی خاری شنزی مردم لگی چین که در مشکل پیدا کن تنهایی اگر دل بیدی گوڑا چی یہ مولانا عجیبی مثالی کا عجیب و غریب از حد به بالا مولانا نوچی بشی کسب زیر دم خرخاری نهاد خر نداند دفعان بر می جهاد یہ ترکان بیتے ہیں بارے میں ازبکان بیتے ہیں کیا بیتے ہیں گانا ازبکان کیا یہ خر تنبل ایک رگو تھی نو آخر تنبل آیا یک کنٹک کوئی کسانی کناری چیر دوم بی متے پوستی این کر کو بازی نو خرچو مکن کسب زیر دم خرخاری نهاد خر نداند دفعان بر می جهاد خر نزن هلش بلک مشی نو دیگه چپی یک گم بی سر همی کنٹک نو کنٹک سونے بھی تو دل واشکری کن بلچون حکیمی نہیں دانشمندی نہیں ایک خار گشتر متے بدنی رو کسب زیر دم خرخاری نهاد خر نداند دفعان بر می جهاد بر جهاد یعنی می زند با دم آن را و آن خار محکم تر زند ای خار گشتر مته پوستی کنی عاقلی باید بخاری برکند بر جهد و آخار محکم تر زند در پس پوست و بدن خود عاقلی باید بخاری برکند باید یه عاقلی ببی که یه خار بگوشی درکن چه خار پوست یہ کل انسانان بدون پیغمبران ہر چیز زندگی بہتر کریں بہتر کنٹک بہتر کریں کہتے ہیں رائمشین کنٹکان ایک شوق قلبی و دلی پیغمبر و امام الانبیاء خرز بحر دفع خار از سوز درد جفته می انداخت صد جا زخم کرد خرز بحر دفع خار از سوز درد نو خر لوچی که ہمیں کنٹک دفع بکن و سوزش مان بدنیا خرز بحر دفع بحر یعنی برای دفع یعنی دور کردن خار از سوز و درد جفته می انداخت هر جنگ کی لگاشی که دیم آدم دنبا صد جا زخم کرد اول یک زخمیت یہ وحدی صد جا زخم
احتمالاً کنٹکو گلو چار گلو گلے آدھی گلو ہم گوزے چلا تچے ان کنٹکو کا چار دو گولن یا ٹوکریں ایک مستریں ایک کسریں بدون علماء بدون رهبر بدون مرشد اگر یکی شما واد تو واش کنن کنٹکن بیشتر گوزه بعد یکی دیدی که ای خارانا کش کنٹکن دکن آن حکیم خارچی استاد بود دست میزد جا به جا می آزمود یہ حکیم استاد پیاهد برای علاج بیمار کنیز ایشی استاد یک خارچی کنٹک در کنو کیا خارچی یک خارچی رو کنٹک جمع کن یا نشی خارچی پا موکاش بید چی وجیتش در شکن اقدمت منطقه هم آنچه ها خاران واشتر در کنن روی کنٹکان در کنن در کنن شهر کس کار نہیں هم ماهرنان در کنن حکیم خارچی استاد بود دست میزد جا به جا می آزمود دستی برکو ایده بارن دردی ایده بارن کنٹکین این نفذی چاره ازمایشی کن زان کنیزک بر طریق داستان باز می پرسید حال دوستان انچ بیانوان قصه بیان کو که یکی که چور بیتا شاید بران ضربات قلبشونه با آنزان کنیزک بر طریق داستان باز می پرسید حال دوستان خب دوستان حال چی مطلب شما دارم با حکیم او قصه ها می گفت فاش از مقام و خواجگاه و شهر و باش دل پاجمن دیستی که خودمانی واقعا و بے تکلف کو منجر گپا جان و نرم گپا جان و معلوم کش کنی گوش بداری شیبه سر ها رازی ها ضرور باید که کسی مزان بغیر طبیب با حکیم او قصه ها می گفت فاش از مقام و خواجگاه و شهر و باش از او جاگا او دا خواجگان چونه نه سرپرستش کنه شهر کنه که او دا باشنده شهرونده سوی قصه گفتنش می داشت گوش سوی نبض و جستنش می داشت هوش قصه یعنی گوش داشت افیده که نبضی داشته دیگه هوش همو داد که برای که حرکت چونه نه ضربات قلب چونه دی تاکه نبض از نام که گردد جهان او بود مقصود جانش در جهان تبزن که تاکه نبض از نام که گردد جهان جهان یعنی ماشون بلو چی جهان حرکت در حرکت گشته داره مزای کنیز و دیگری دلی منتا همه آنگورین دل گم بادشاہ میں آنگویت ملکا رنجبا چونکه جویت محبوب دوره او بود مقصود جانش در جهان دوستان و شهر او را برشمرد بعد از آن شهری دیگر را نام برد میگه دیم هم شهر به شهر آن به همه شهر کیشی محبوب اوده بیشتر نفس حرکت کن گفت چون بیرون شدی از شهر خیش در کدامی شهر بود استی تو بیش که شهران کجا بودی؟ شما کجا شهر زندگی کرده؟ بیشتر کجا سکونت کرده؟ چون اول نتوان که خبر کن چون که جنی آدم بعد نتوان دی خبرانا بگوشی حرمانه خیلی سر نام شهری گفت و زان هم در گذشت رنگ روی و نفس او دیگر نگشت ای شهران نام گه تاکہ اگر رنگ روی تغییر نکن اگر بعد ولی متوجه بود پیشی بیماری جسمی نشی بیماری روحی بیماری جسمی نه بیماری قلبی بیماری قلبی شی خواجگان و شهرها را یک به یک باز گفت از جا و از مان و نمک شهر و خانه قصه کرد شهر و خانه قصه کرد نه رگش جنبید و نه رخ گشت زرد منزلانی نام گه ادرسان نام گه کوچه آنه
بلنگت کنی وادی حرکت نه بل بادش ای ولی متوجه کشی قلبی مریضی نبض او بر حال خود بو بیگزن بود بیگزن تا بپرسید از سمرقند چقند. سمرقند شهری طرفای روسیه. سمرقند مثل قند خیلی زیبا، هم مردمان زیبا هم شهران زیبا آباد. نبض جست هم تک سمرقند که نام گه تیشی نبض در حرکت. نبض جست و روی نبض او بر حال خود بود بیگزن تا بپرسید از سمرقند چقند. نبض جست و روی سرخ و زرد شد که سمرقندی زرگر فرد شد. بزنیم قدمت سمرقند یک زرگره ای کنیز پامای دلی من بگیدار دل رابطه بگیوری چون سستا جدا بودا ای وقتی زهیران زودا مریض پس سمرقندی ها نامانگرا بوده جز کو کن فلانه گوشت یک زرگره ها نو زرگر رسد دل در حرکت بیو نازم در حرکت علاجی کنی پدا بل اول تشخیص دا مریضی اولی تمام پزشک جسم ایشی پزشک قلب پزشک هر چی کو بدته تشخیص نلا مریضا چون ز رنجور حکیم این راز یافت چون ز رنجور حکیم این راز یافت اصل آن درد و بلا را باز یافت. نو متوجه بود که چی بلای چی مشکله باز یافت و دریافت. چون ز رنجور حکیم این راز یافت اصل آن درد و بلا را باز یافت. زانتی که در چی و بلا که متوشی دله ایشی چی گفتگوی او کدام است در گذر او سر کل گفتگوی غاطفر ای شهر نامه غاطفر بدمت روستا یهامه مت سمرقنده گفت دانستم که رنجت چیست زود در خلاصت سهرها خواهم نمود. گوشت من ترزان تی مریضیه تشخیص من بود بله انشاءالله تی علاج ما هنچه کنه سحر آمیز این هنچه که سحر مؤثره منی علاج پتو مؤثر بیتی کار کشیده. شاد باش و فارغ و آمین که من آن کنم با تو که باران با چمن. شاد باش و فارغ و آمین که من آن کنم با تو که باران با چمن. ما انشاءالله یک بارانی با چمنان باران برسی خوب رشد کنه. من غم تو می خورم تو غم مخور بر تو من مشفق ترم از سر مخر. من غم تو می خورم تو غم مخور بر تو من مشفق ترم از صد پدر. گنی وحیدی مرشدم کشیدی مریده علاج بابا ما اش صد پدر سر تو هنگه مشفق تشی وقتیه مشایخ برویتی شاگرده این که در شفیقی صد پدر هنگه اشتر مولانتانی اشتر بازوانی مطلب مواعظی هست موازنه مکتوب بکنوز. من غم تو می خورم تو غم مخور بر تو من مشفق ترم از صد پدر. هان و هان این راز را با کس مگو گرچه از تو شه کند بس جستجو. من متوجه بیتا بل این راز تا منی هم دا این مطمئن کو که من تی راز باش نکن تو هم گوشه خبر مکن وحنه کو گوشه هم. هانوها این راز را با کس مگو. رازدار مردم تو راز هم بداری دیگران راز هم بداری لحظه جواد یک چیز سرزدی رو با مردم گواه لحظه دیگرانی چیز سرزدی رو با مردم گواه نه مردم گواه مردم دلی شیر دی چک دروتی. هانوها این راز را با کس مگو گرچه از تو شه کند بس جستجو. بس یعنی بسیار جستجو کن ترتا
بلوچی یکم کن بشته خب خانه اسرار تو چون دل شود مرادت زودتر حاصل شود. یعنی ایده گره خانه اسرار تو چون دل شود مرادت زودتر حاصل شود. خانه اسرار تو چون دل شود مرادت زودتر حاصل شود. یعنی تر یک رازی هم دل ہے مت دل بدار پدانتانن میار که زبان میار پدک میار ورته مراد زودتر برآورده وتی سفران زیاد آشواش مکنی سرمایان زیاد آشواش مکنی در جگه معامله تشکیلات زیاد اول آشواش مکنی شن بریز در حد مشورت چرا خانه اسرار تو چون دل شود مرادت زودتر حاصل شود. گفت پیغمبر که هر که سر نهفت زود گردد با مراد خیش جفت. گفت پیغمبر هر که سر نهفت کمت دل داشت سر چی که هر سر نایچه یعنی چیرده یک سر ون چیرده. گفت پیغمبر که هر که سر نهفت زود گردد با مراد خیش جفت. گویت مراد بیشی جفت بید مقصد گیریه. دانشو اندر زمین پنهان شود سر او سرسبزی بستان شود. دانا چه دانه گندم بی تراب بی دانه انگور بی دانه خرما بی گندگه ایشان وقتی یک کام که سر کنه مخفی کنه ورنو سبز کنه دانگی که چیز ظاهر کال نه آئی سبز نه سران وقت مخفی کنه گر سبز نه رازدار ہوئی هم رازان هر جا بیان مکنی دیگران رازان هم هر جگہ بیان مکنی. گفت پیغمبر که هر که سر نهفت زود گردد با مراد خیش جفت. دانشو اندر زمین پنهان شود سر او سرسبزی بستان شود. بستان سبز زر نخرا اگر نبودندی نهان پرورش که یافتندی زیر کان. زر یعنی طلا زر نقره نقره ایشان مته کوها ما شیر مخفی نو ارزشی پیدا کرد اوشان چون دوکم کپتن سرزنی شان ارزش نده مته کان یعنی مته معدن جاش معدن ما شیر مخفی نو اسرار ویتی که دل مخفی بداره هر جا گوشیان روشن مکنه. خواب وعده ها و لطف های حکیم کرد آن رنجور را آمن زبیم. همه ترسی که بادشاہ صحیح دی ما گو بادشاہ دلوں گونده گریم پدر دریاری نو مطمئن ہو کہ یہ واجہ خیلی رازداری حتی منس ہو گئے کہ بچارے کو بادشاہ بنا کریں. آمین بو در امن بو رنجورین مریض. وعده ها و لطف های حکیم کرد آن رنجور را آمین زبیم. وعده ها باشد حقیقی دل پذیر وعده ها باشد مجازی تا صغیر. اگر یک وعده حقیقی بدن شما دل نیندی ایشی چی بھی دل قبول کن مثل اللہ وعده هم داتگی. اگر وعده حقیقی نبی مجازی بی پا کلاک پا دروغ بی گوشی تاسگیری بی مردم بے حاسگی مردم سرگیچی گی. وعده اهل کرم گنج روان وعده نا اهل شد رنج روان. وعده اهل کرم گنج روان وعده نا اهل شد رنج روان. روان یعنی اگر یک نا اهل دیهوده پتا یک وعده کن قول کن قرار کن در چگلی نواتا
ایشیر در اعصاب خورده بی کلانگی چی چرک زبانیت من مته چی بلا شد و آیک واقعا حکیمی آیک حقیقی واده دا مثل این حکیم یک گنج روان گیری چیز پس مردم اهل کرم دیده